این علیه، دانشجوی مهندسی کامپیوتر. علی یه 405 نوک‌مدادی داره. ماشینشو خیلی دوست داره چون که برای به دست آوردنش کلی زحمت کشیده و تلاش کرده. علی تازگی‌ها دنبال یه وام بود. کلی میرفت بانک و میومد. مدارکشو برد، اسناد، امضاهای مختلف، دوندگی‌های مختلف، این ضامنو ببر، اون ضامنو بیار و با هزار مشقت بالاخره تونست یه وام بگیره. و حالا قراره که پول این وامو بذاره روی پول 405 که داره و یه ماشین جدید بخره. یه ماشین بروزتر و مدل بالاتر. علی همیشه دوست داشت دونه پژو پارس داشته باشه. علاقه خیلی خاصی به پژو پارس داره. ولی یه مسئله هست. اونم این که علی نمیدونه پژو پارسی که میخره چه موتوری داشته باشه. XU7 معمولی، TU5 یا موتور جدیدی به اسم XU7 پلاس. در مورد XU7 پلاس یه چیزای شنیده از دوستاش که موتور خوبیه، جالبه، جدیده، نوه و با خودش میگه که شاید موتور خوبی باشه. بذار برم پیش حسن ازش بپرسم. حسن یه مکانیک خبره و قدیمیه و در مورد ماشینا اطلاعات زیادی داره. علی میره پیش حسن و مسئله رو براش مطرح میکنه و میگه که من اینقدر پول دارم و میخوام یه پژو پارس بخرم و بین این سه تا موتور موندم. حسن که مسئله رو میفهمه میگه که خب TU5 که خودت میدونی در موردش اطلاعاتشو داری. بیا من در مورد XU7 پلاس بهت توضیح بدم و بهت بگم که این موتور چه مشخصاتی داره و چه تفاوت‌هایی با XU7 معمولی داره. اول از همه از لحاظ حجمی این دوتا موتور یعنی XU7 و XU7 پلاس با هم برابر حجمشون. ولی از لحاظ قدرتی 10 اسب بخور XU7 پلاس از XU7 معمولی بیشتر داره. گشتاورش هم بیشتره. از طرفی نسبت تراکم XU7 پلاس بیشتر از موتور معمولیه. یعنی شده 10.5 به جای اینکه 9.3 باشه. خب همینجا یه نکته مطرح میشه. اون نکته چیه؟ اینه که امکان این که موتور XU7 پلاس به سوخت کم حساسیت بیشتری داشته باشه هست. چرا که نسبت تراکم بالاتری داره نسبت به موتور معمولی XU7. پس در نتیجه اگر بنزین سوپر بهش بزنی بهتره و امکان ناک زدن کمتره و امکان آسیب دیدن هم کمتره. مصرف سوختش هم خب خیلی کمتره نسبت به XU7 معمولی. به صورت ترکیبی به جای این که سدی 9 بسوزونه داره سدی 7 میسوزونه. و اما تفاوت‌های ظاهری و فنیش. در سوپاپ، منیفولد هوا، سیستم سیمکشی و برنامه ECU، شمع و وایرها و دریچه گاز، مجموعه هواکش موتور تغییرات داشتن. واتر پمپ و رادیاتور آبم تغییرات داشتن. و یه منبع مثل حالت ماشینای 206 به این ماشین اضافه شده توی قسمت خنک‌کاری موتورش و حالت منبع انبساط جدا از رادیاتور و اونجا تو میتونی آبشو بریزی. و نکته‌ای که هست اینه که با توجه به این مسئله امکان این که واشر بزنه این ماشین یک کوچولو کمتر از XU7 معمولیه. میلوادومک، میلنگ، یاتاقان، مجموعه شاتون، پیستون هم یه سری تغییرات داشتن و در نتیجه این تغییرات روغنی که این موتور بعد درش ریخته بشه روغن 0.20. توی XU7 معمولی چه روغنی باید ریخت؟ روغن 250. خب تفاوت همینجا مشخص میشه. روغن 0.20 تقریبا 5-6 برابر روغن 250 قیمتش میشه اگر که بخوای تعویض روغن داشته باشی. حالا ما میگیم 5-6 برابر هم نه، حداقل 2 برابر تغییرات هست، یعنی 2 برابر بیشتر هست. و نکته‌ای که داره اینجا یه خورده تفاوت‌ها آشکار میشن. توی دیسک و صفحه هم یه تفاوت‌هایی وجود داره بین XU7 و XU7 پلاس. با توجه به مسائل مطرح شده و تفاوت‌هایی که حسن برای علی توضیح میده، پیشنهاد خودش هم میده. میگه که اگر من به جای تو باشم بین XU7 پلاس و TU5 به احتمال زیاد TU5 برمیدارم. اگر TU5 بر ندارم بین XU7 معمولی و XU7 پلاس شاید XU7 معمولی رو بردارم. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون علی XU7 برداره، XU7 پلاس برداره یا TU5 برداره؟ و نکته که مطرح این وسط اینه که این موتور یعنی XU7 پلاس خیلی جالبه. از لحاظ ظاهری انگار که تیکه هایی از موتورهای دیگر رو روی این سوار کردن و ما از هر ماشین یه تیکه رو روی این موتور، یعنی از هر موتور یه تیکه رو روی این موتور میبینیم. به صورت کلی ایده جالبی بوده ساخت این موتور و مهندسی جالبی درش به کار برده شده. ولی شاید از لحاظ
استهلاک به هزینه نگهداری خب یه خورده بیشتر از X7 معمولی باشه. نظر شما چیه؟ اگر من باشم بین X7 معمولی و X7 پلاس X7 رو برمیدارم و بین X7 و TU5 رو برمیدارم. ولی خب بعد ببینیم علی چیکار میکنه. علی یکی از پارامترهایی که خیلی براش در تصمیم گیری مهمه نظر شماست. نظر شما چیه؟ توی کامنت ها بهم بگید.